یک مرد در ولسوالی کشنده ولایت بلخ گوشهای همسرش را برید. گوشهای از زرینای 23 ساله شب گذشته از سوی شوهرش توسط چاقو بریده شده است. 3 بجه شب بود که خیست از جاش دیگه بود رفت یک دانه چربول آورد که دستای ما کم بسته کرد، پای ما همراه چادرم بسته کرد، با اورم تا همراه دستای ما کم بسته کرد. بازن هرچی حضور کردم دیگه هیچ رحم دل درش نشد. گوشای ما بریدک، موی من بریدک. مسئولان شفاخانه حوزوی بلخ میگویند این خانم همکنون در شفاخانه حوزوی این ولایت بستری بوده و تحت مراقبت‌های جدی صحی می باشد. 9:30 بجه صبح در سرویس عاجل آورده شد. بسیار به حالت خراب که هر دو سایوان گوش مکمل به صورت تام قطع بوده که طرف گوشی طرف راستش خونریزی شریانش پوست اوریکولار شریانش زده شده بود که ما خونریزی فعال داشت که با توسط تار ویکریل CSF ما اون را لایگت کردیم. بعد از پانسمان تعقیم مریض فعلا به وضعیت خوب در سرویس آورده شده تحت کنترل است. دلیل این خشونت اختلافات خانوادگی گفته شده و عامل رویداد نیز فراری است، اما پلیس بلخ تاکنون در مورد ابراز نظر نکرده است.